وقتی دخترچه کلونیم ده ماه بودگیش با هم قدر من شوهرم التماس کرده بودم که من کار بمونم کم ترکم باشد. من قریب 10 روز به فکرم یک مغازه در آمده کار کرده دیدگی بودم. دخترها از سحر تا شب کار میکردن. 1200 روبل یک روز میگرفتم. پسرایت 1200 روبل از ساعت 9 سحر تا 10 بیگاهی 10 شب گوینده. بعد شوهرم دیگر کار کردن نموندن. افسوس که خیلی به هر حال دخترها اگر نگاه کنیم 1200 روبل یک روز دراز آدمو کار میکنن. بعضی وقت هست که 2000 روبل برای یک روز دراز کار میکنن آدمو. همین کمپانی فابریک با من حاضر زیاده از 18000 تومانی معاش میگیرم هر 21 روز. با بر زمین در خونه کار خونه ما کرده مثلا درباره فرزندمون خودمون پخته مثلا ما کار کرده ایستادیم. چقدر معاش خوب میگیریم. اگر شما هم زنای خانه‌شین که خواین کار کردن از خانه نبرآمده درباره فرزندتون من معلومات عالی لازم نیست. زبان روسیه دونستن در کار نیست در این کمپانی فابریک برای کار کردن. با حضور میتونید که از خانه نبرآمده با طریق تلفن کار کنید. مرحمت نمره واتساپ یگان چی فروخته گشتن در کوچه ها در کار نیست. خواهر جان عزیز کار با تلفن از خانه نبرآمده.